سلام بچه‌ها، خوبین؟ بریم یه بررسی مختصر انجام بدیم راجع به کروز کنترل جک J4. همونجوری که می‌بینید من تو سفرهایی که اتوبان اجازه بده، جاده اجازه بده، من از کروز کنترل استفاده می‌کنم چون خیلی راحت دارم. پام کاملا استراحت می‌کنه، رو گاز نیست و فقط آماده ترمز کردن هستم و اینجوری مصرف بنزین ماشینم هم کم میشه. و خب حالا بریم بپردازیم به کروز کنترلش. بچه‌ها کروز کنترل ساده است و لیمیتر نداره. این دوباره ماشینیه که من سوار میشم برای کروز کنترل داره که قبلی کویک اتومات بود. کویک اتومات لیمیتر داشت، یعنی مثلا شما تعیین میکنین که سرعتتون از یه حدی حتی گاز بدین بالاتر نره و خب این نداره. این فقط کروز کنترل ساده داره، یعنی منظور تطبیقی و چیزای پیشرفته که الان تو بازار هست نیست. حالا بریم بررسی کنیم چی کار میکنه. خب این حالتی که برای اینکه فعالش کنیم کافیه این دکمه رو به سمت بالا فشار بدیم. دکمه‌ای که آنگل روشن میشه سفید رنگه. حالا گاز میدین، سرعت ماشین به اون سرعتی که میخوایم میرسونین. حالا اتوبان اینجا 120، من گاز میدم تا 120 برسه. وقتی به سرعت مورد نظرتون رسید کافیه این دکمه وسط رو به سمت پایین یک بار فشار بدید، رنگش سبز میشه و ماشین دیگه با سرعت ثابته. حالا من گذاشتم 120 تا، هر ساعتی شما بخواید سرعت ثابت 120 تا، نه کمتر نه بیشتر حرکت میکنه. و اگر احیانا نیاز به ترمز بود کافیه پاتون رو یه بار ترمز فشار بدین، دوباره رنگش به سفید در میاد و از حالت کروز کنترل خارج میشه و آماده فقط فعالیته. برای اینکه بخوایم مجددا به همون سرعتی که بودین برسه و گاز هم ندین، فقط کافی این دکمه رو من گاز نمیدم، دکمه به سمت بالا یه بار فشار میدم، چون تقریبا رو 120 تا تعیین کرده بودم ماشین خودش گاز میخوره و الان دیگه به همون سرعتی که تقریبا 120 که تنظیم کرده بودم میرسه و دیگه نیاز نیست شما گاز بدین. حالا اگه سربالایی باشه، سرپایینی باشه، دیگه خودش 120 یا هر ساعتی خود تنظیم کنید و میره. بررسی مختصر مفید. این دکمه اگه نخواین ترمز کنین، نیازی به ترمز خاصی نباشه، این دکمه رو اگه بزنین نکنین کروز کنترل کنسل میشه. دوباره من این فقط به سمت بالا میدم، توی شما از این مراحل پای من رو گاز نیست و دوباره ماشین به سرعت سرعتی که تنظیم کردین میرسه. موردی که فراموش کردم بهتون بگم اینه که من بدون گاز دادن میخوام سرعت ماشین رو افزایش بدم. باز پای من کاملا کناره، جادم خرابه، میخوام سرعت مثلا از 120 تا بکنمش 130 تا اگه جاده بذاره. جاده خرابی. حالا فقط کافی اینو بزنید به سمت بالا نگه دارید، ماشین خودش گاز میخوره، مثلا بره 120 تا 130 تا 130 تا که رفت دیگه دستون ورده رو همون 130 تا تعیین میشه. دوربین کنترل سرعت من کنسل میکنم که ساعتم بیاد پایین. حالا دوباره اومد 120 تا فعالش میکنم. تویشون از این مراحل پای من روی گاز نبود و حالا باز بدون ترمز کردن میخوام سرعت ماشین رو کم کنم. کافیه این دکمه رو به سمت پای من نگه دارم. همونجوری که میبینین من ترمز نمی کنم، جلو من ماشینه و سرعت ماشین در حال کاهش شدنه و وقت ول کنم با سرعت کمی که حالا تنظیم کردین به همون سرعت ادامه میده. الان من بدون گاز دادن ماشین دقیقا 120 تا میره. دوباره میدم بالا، ماشین گاز میخوره، میگم اینجا بسته، ول میکنم، ول کردم و الان داره 120 کم بیشتر حرکت میکنه. خداحافظ.